مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. مادرم 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 مادرم. شب زنده دارم مادرم. هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. مادرم مادرم. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده های ما. امروز ما در این ماه شریف رمضان، در این روز خرسندی، مادر عزیز را برای تبریک کردن به دهه زیبای میرانکول تشریف آوردیم. می‌خواستیم مادر مهربان را از نام دو دختر نازنین تبریک گوییم. آن لحظه های خرسندی را همراهی شمایان به هم بینیم و البته با ما باشید که ما مادر مهربان را امروز تبریک میگوییم. رفتیم. Mening onam, mening onam, ishtinsa bunga dard tegadi qadam. Bu mening. Assalomu alaykum mehmononi aziz, پدران، مادران مهربان، مردم زیبای میرانکول عزیز و مهمانان این خانواده خیرمنخاله، همه شمایان را با این ماه شریف رمضان صدقاً صمیمانه تبریک میگویم. خدا کند که آن صبحی سحر خسته روزه‌های داشته‌مان را خداوند کریم به درگاه خودش قبول کند. من امروز در این ماه شریف رمضان مادر مهربان، مادر زیبا،
آن مادری که هم وظیفه پدری را هم وظیفه مادری را اجرا کرده، دو دختر نازنین را صاحب بخت و صاحب عائله کردند. امروز خیرمندخانه جشن زادروز دارند. برایشان یک قرصکی بلند زنه می ارزند. مرحبا خیرمندخانه منظم و تکلیف میکنیم. زادروزتان مبارک. bir chiqsam yonimda mudrab yotgan u mening onam, u mening onam, xirvastaning chorasini topgan. خیرمندخانه زادروز مبارک. روز تولد رو مبارکباد میگویم. یاد کنی امروز برنامه کی آمدگی ما؟ البته امروز از نام دو دختر نازنینتان شما را تبریک میگویم. تنها دو دخترشان را تکلیف کنیم، بعد از آن در وقت رسم گیری نبره ها را تکلیف میکنیم. مرحمت گل هوسایتی رخسارایتی یعنی مادرجان با نزدیک استید قوت دل شده. امروز جشن زادروزشان است. امروز مادرجان عزیز خیرمندخانه همراهی فرزندان صحبت کردیم. تعریف و تاریخ را آنقدر آن مهنتی حلال کرده، زحمت کشیده فرزندان را به وای رساندید. آن لحظه ها را شنیدیم و البته امروز گفتن برای ما مادری ارزنده و زیبنده، مادرمان که قریب چند سالها همچون بغلتر حساب چشتا کار کردن. بعد از آن باز یک کسب پرشرفترین را وظیفه دار شدن و ما را با مهنت حلالشان به وای رساندن که امروز جشن زادروزشان است. روز خرسندی مبارک باشد. امروز خیرمندخانه فرزندان عزیز گل هوسایتی رخسارایتی دامادها نبیره‌ها جیانها شما را تبریک میگویند. دختران عزیز میگویند که مادر جانم هیچ وقت غمگین و دل شکسته نشوند، چرا که ما دو دختر باشیم هم جای 10 پسر را میگیریم. در خدمت مادرم هستیم. خدا خواهد اگر برای مادرم تاج طلایی میپوشانیم. برای مادر عزیزم مادر مهربانم رسانید که مشو غمگین اگر دختر بیزادی، مشو غمگین اگر دختر بیزادی، که با دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر اگر صاحب تاج گردد، بس با پیشش 100 پسر محتاج گردد. و در این باره دختران عزیز میگویند مادر تو شعر بهترین من، تو عطر یاسمین من، تو ماه نازنین من، خدای در زمین من. ایا مادر فدایت من، ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. خیرمندخانه فرزندان میگویند ما در دنیا در یک شخص یک تامین چهره مادرم و پدرم دیدیم، آنه‌ام دیدیم. وظیفه آنگی و مادری و پدری و همه خویش و تبار را بازیدند. ما را از هیچ کس کم نکردند. رحمت برایشان، خدایشان با شکر میگوییم. ما خرسند هستیم که این خیل مادری مهربان، این خیل زن عاقله که تمام جوانی خودشان را بخش کردند برای ما فدا کردند. دوست می‌داریم. دو دختر نازنین را با یک نام نیک صاحب عائله کردند، صاحب بخت کردند. همیشه صحت سلامت باشند. برایشان گویید که خدا خواهد اگر ما جای علمون 10 پسر را اشغال کرده، مادرمان را به زیارت کعبة الله میفرستانیم. در قلب ما این نیت ها هست. برای مادر مهربانم از همه در روی دنیا کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است تیار کردیم، پیشکش میکنیم برای مادر عزیز. مرحمت، زادروز مبارک. زادروز مبارک. خیرمندخانه امروز چند ساله شده شما؟ 56 ساله. نه. میگویند سن و سال زن را از زن پرسیدن از روی آداب نیست. ما سر به آداب هستیم، جماعه ما به آداب است و برای زنها میگوییم
17 ساله و 18 ساله. امروز خیرمندخانه ما چند ساله بمانند؟ 18 نه حالی 17 ساله نه و 18 با قدم مانسین برایشان را خرسک زنیم زادروزشان مبارک. البته گلدسته زیبا را تقدیم می‌سازیم برای مادر. می‌هیشتم مادرم مبارک باشد. زادروزتان مبارک. و البته برای مادر مهربان چقدر تحفه ها کنیم که بس انگشترین طلا برایشان مبارک باشد میگویم. مبارک باشد. گلها وظایفی صورت بیبی جان را یک جامانه، گلدسته را یک جامانه، همجای همراهی مادر. امروز شمایان قوت دیر هستید برای مادر. شیرینی را تارت را میبریم امروز خاله جان، برای شما شیرینی تیار کردیم. تارت ها را میبریم، از آن شیرینی یک جای تناول میکنیم، بعد از آن سخنهای تبریکاتی را میشنویم. Крутится все быстрее, стали звезды на возрасте, лица рвался с календаря, но не стоит грустить зря, не зря день рождения, مبارک باشد. все друзья, и чем больше друзей вокруг, زادروز مبارک. روز خرسندی را مبارک باد میگویم. любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до каждого окружения, и чумового настроения, и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское подало. Сколько будет земля кружить. سلطانی من چشم و چراغم مادر تنها کنی روزای با هم مادر بعد از خودم تنها امیدم مادر من با تو آید رو سفیدم مادر مادر پرستاری دلم ای روشنی بخشو چراغی منزلم مادر پرستاری دلم ای روشنی بخشو چراغی منزلم قلبی منی این آرزوی آخر است گویم بهشت در زیر پای مادر است ای های من قدری تو را نشناختم من را ببخش تنها به خود پرداختم مادر پرستاری دلم ای روشنی بخشو ای روشنی بخشو چراغی منزلم آبی چشمم بربیزد آبی او بیهوده نیست از غم مادر نریزد آبی او از دیده نیست در غم مادر شریکم
در غم مادر شریکم چونکه آن قرض من است از پی مادر نباشم نام من فرزند نیست مادر توی دارو ندارم مادر مبارک باشد کرمان خدا امروز شما را از نام برادرانتان از نام جگربندانتان که در این دم شما را تنها نگذاشتند قنات شما شدند از نام برادران عزیزتان از نام سفرمک بازارمک دهقانمک ازاقمک کمرمک ها شما را صدقاً صمیمانه تبریک میگوییم گفتن خواهر ما گنجینه ما هستند البته همیشه صحت سلامت باشند مصلحتچی خاندان ما دعاگوی البته هر کاری که ما آغاز میکنیم یک جای مصلحت میکنیم مهربان و یک جای همیشه در خدمت ما هستند گفتن شما را تبریک میگویم امروز برایتان میگویم دو دیده غمگسار دارد خواهر بوی وطن و دیار دارد خواهر چشمش پر آب است و دیدار گسل صبح است که صد بهار دارد خواهر از نام خواهرانتان از نام برادرانتان شما را تبریک میگوییم از نام جیانهای عزیزتان اما جان زیبای ما گفتند چندین آسان گفتند خاله جان مهربان ما توی کنیم اگر از سر دیگ و طباق دور نمیرفتگی انسان همیشه در خاندان ما در خدمت هستند هیچ وقت درد و غم را نبینند گفته شما را تبریک میگویم از مهمانان میخواستیم کمی شینن اکنون سخنهای تبریکاتی را میشنیدیم مرحمت بعض رشته استراحت کنید تا ما باشد از کلام سالها سر میکنیم شرافت خلا تکلیف میکنیم یا نشانگاه مرحمت تا اون دم باشن اگر سفرمک یک تا تبریک گویم مرحمت چی نیاز باشه نیاز تو آقای کنیم نیاز تو دار ایلای صبر داره یافتگی فقط روزای نقص روا سلامت لکوتودا همه روزا که نیده هم نوتو را رفون الهی من این دکوی من الهی صد دکرد عمری آنم نو بینایو گفتی رحمتی آنم روزای نکشونه فقط بینه روزای بخشونه نه سری بچه کشته سیاه سلامت کرده میبرای و چگاروی بینه شما ده هم لکوتون رفت رحمت خیربان خلا جیان چند تا است جیان ها بسیارن سالشان زیاد حاضر یک تا میبین از این طرف میبین که نام مرا بید نام کدامشان را بینم از نام همه آنها شما را تبریک میگویم گفتن کدامشان عمه کدامشان خاله برای ما مهربان هستند یک تا باشن هم جایی 10 تا 20 تا را میگیرند مهربان و از همه عزیزتر هستند از نام جیانهایتان شما را تبریک میگویم پیچ خوش اینا نبیره ها می خیلی نبیره ها نزدیکتر هستیم ستارایتی کنی شما ستارایتی مرحبا کنیت های نمز نکروش نبین مرحبا السلام علیکم امکی جانا دنگوها همه تو خوش آمدتان من امروز روزی امه جانم شده ایستاده است من از همین فرصت استفاده برده از این امه جانم را عمری دراز صحت سلامتی اساسش هیچ وقت کسل نشوند ساق سلامت کرده چه خیلی نیت آرزویشان باشم همش برسم مادرم جان و دلم به تو حیات را چا کنم تو بودی تاجی سرم من با دیگر را چا کنم اما جان سلام شود الهی صاف سلامت کرده از نام جگربندانتان از نام دو دختر نازنین نیت‌های نغزشان را شنویم مرحبا سلام علیکم همه تو 5 تا همه‌شون
نه تا پدر جاشو بگم هم باشون به رحمت بیم و قوت دلی بیم کتی مایت و قام هماشون همین وای برسونده هماشون به رحمت خوش آمده تا نماتا اینجا 100 ساله شده ای پیشونات رای دلتون غم نبینه بعد درد نبینه Yakında şirin bile. Ana canım Allah'sı. Bir de bak ekran oğlum. Ana canım Allah'sı. Ana can sattatırı. کرمانخانه نباشد وقت را نگیریم. بیرون به باد و هوای بهار است. بهار کوهستانی ویرانخور است. یک جای رقصیم، خرسندی کنیم، شادیانه کنیم در این کاشانه که با اینقدر مهنتی حلالتان برپا کردید. البته رقص بازی خرسندی همیشه هویدا باشد. بر همه صورتهای شوق مهمانان یک جای بیرون برآمده رقص بازی خرسندی میکنیم. خوش آمدیدتان میگوییم. رحمت. نه اونا توی سوشه بود برای دختر گزنه من تاجیکچه نمیدانم شونه منو لیکن گم گم من تاجیکچه نمیدانم گپر منو لیکن گم گم Back
میرو پران وارسن حیث صدام ترشینه گوار شاه وارسن حیث خودم آوزن با پیدا دارسن حیث جوان وارسن Sana cümlesi var yavrusun Kara kız boy 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 Kara kız boy boy Kara kız boy 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 Kara kız boy boy Olma çige benden Çayırır berko Belki çaman sende Sende dinleşna Namaskeye erbazı Bul bir ağlama Söyleme gel insanım Ne sever yarısı Kara kız boy 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 Kara kız boy boy Kara kız boy 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 Kara kız boy boy شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسو می نویسم جای تو قدم داری عزیزم سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب مشکل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب مشکل شبای من با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسو می نویسم جای تو قلبم داری عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل دل نمیشه یار بیا دلدار بیا دلم را بودی دلدار بیا یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا
نمیشه ناله جونم نمیشه همدل بودم همیشه چکی چکی باران بین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا قیسی فلک گرشنه مهر و قرآن وارسن قیسی صدف گرشنه جوار شاه وارسن قیسی خودن وارسن ناپایتا تارسن قیسی چمن sana benimle sever yavrusun Ala kız boy boy kara kız boy boy Ala kız boy 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 kara kız boy Omatiye bandadır شير البلقاء ملك شمن سادة وصانا بالمشاعر ناوسنا يرقصون الملبيان سيلا بقى سنة إن سمر يارسان على قص بوي 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 على قص بوي بوي على قص بوي 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 على قص بوي بوي
sprawa góry, oddali kawka. Dawaj mnie sozdawali swój naród. دلدار
جان بیننده های عزیز، امروز میگویند دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است. مادر مهربان، مادر خاکسار، صمیمی، عاقله دهه میرانقول امروز خیرمنخاله را در جشن زادروزشان با راهبری دو دختر نازنین، جیانهایشان، دادر و خواهرشان، برادران تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی که در این خاندان پرفیض بود همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان. زادروزتان مبارک، 120 ساله شوید. رحمت، سلامت باشید. رحمت.